امروز میخوام در مورد مدل کسب و کار آنلاینمون با شما صحبت کنم. ما به افراد آموزش میدیم که چجوری یک کسب و کار آنلاین معتبر رو برای خودشون راه اندازی کنن و از اون شروع کنن به کسب درآمد. برای داشتن یک کسب و کار آنلاین موفق، شما نیاز به 3 اصل اساسی دارید که باید خیلی دقیق بهش توجه کنید. شماره 1 اینه که شما به یک سیستم خودکار احتیاج دارید. سیستمی که به شما آموزش گام به گام بده. چرا؟ چون بسیاری از افراد هستن که تجربه کافی برای شروع بیزینس رو ندارن و این سیستم به شما نشون میده که چجوری کسب و کار آنلاین خودتون رو راه اندازی کنید و به جلو پیش ببرید. شماره 2 اینه که شما نیاز به شرکت‌هایی دارین که کمیسیون‌های بالایی رو به شما پرداخت کنن، که البته ما قبلا این شرکت‌ها رو پیدا کردیم، بررسی کردیم، در موردشون تحقیق کردیم و تمام کارهای لازم رو انجام دادیم و تنها کاری که شما باید بکنین اینه که به این سیستم وصل بشین و کار خودتون رو شروع کنید. و اما شماره 3 برنامه در واقع منتورشیپ یا همون مربیگری هست که بسیار مهمه تو این بیزنس. چرا؟ چون شما اگر نیاز به کمک داشته باشین، جایی احساس کرده باشین که گیر کردین یا چیزی براتون نامفهوم هست، ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم و شما حمایت کنیم. گام بعدی ولی بسیار ساده است. شما میتونین با من تماس بگیرین تا شما رو به مراحل بعد راهنمایی کنم و کمکتون کنم تا به مجموعه ما در واقع بپیوندید. بعدم میتونین با یک کوچ مجرب یک جلسه داشته باشین و تمام سوالاتتون رو با ایشون در میون بذارین و بپرسین. ازتون ممنونم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.